جوان 25 ساله تاجیکی در گذرگاه فاتح آباد مرز تاجیکستان و ازبکستان به عرابه کشی مشغول بود میگوید یک تاجر مشت‌زور او را تا بیهوش شدن لطوکوب کرد و عین حال با آسیب مغز سر در شفاخانه بستری است. با ارجان حفیظ که در گذرگاه فاتح آباد مرز تاجیکستان و ازبکستان به عرابه کشی مشغول است، روز 22 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت از حادثه لطوکوب شدن وی 5 روز سپری می شود، اما تا به حال مقامات میلیسا آزاردهنده او را بازداشت نکردند. به گفته این جوان، این تاجر در میان دو کشور به سودای مواد غذایی مشغول بود. به ادعای با ارجان این تاجر بارها حق زحمت او را پرداخت نکرده فرار میکرد. شب شنبه 17 اوگوست این تاجر باز خواهش میکند که بار او را با عرابه‌اش ببرد، اما با ارجان رد میکند. جنجال کوتاه لفظی میان عرابه‌کش و تاجر به کشمکش می‌پیچد که بایرجان آن را چنین قصه کرد. او بیبی ساعت 8 بود. اول یک ذره خجالتی برای گفت که برای بور من بیار گفت. پنج سال داره. بور رفته بور ذره که بور کرده او بور برای بیار. بعد گفت دیگه بور تر بیارم. کاش بور ذره که بور کشیده که دادی بود. چه بور برای بگیری. بعد چوبک تو تخت بور تر ببره که برای اول یک کپی دیگه بگیری بری. این تو داوزه شدی برای عربه دایا لگات زد. خیلی کارو پرواز که خفاش میره پرواز زده گرفت و سر د اسفالت زد و بیهوش شد. پس از این حادثه با یاری شاهدان با ارجان به بیمارخانه انتقال می‌یابد. پدر او بلافاصله به اداره میلیسا عرض می‌کند، اما به ادعای با ارجان آزاردهنده‌اش تا حال در آزادی است و بازداشت نشده است. اما مقامات میلیسا میگویند شعبه کارهای داخلی ناحیه مسچاه شکایت او را قبول کردند و تفتیش این حادثه ادامه دارد. آقای عریضه در همون کتاب اخبارات مقامات میلیسا با خط گرفته شدگی و جمع خلاصه اکسپرتیز را نگاه داریم که اکسپرتیز تعیین کردگی میگه باید موارد تفتیشات دونتی میگه و آدم انی ملیسای نوعی ماشو این حادثه با خبر تفتیشات پیشگیش رسول است سنجش پیشگی رسول است شاهدای حادثه دی تزنان بودگی و یارو پرسیدگی ای جابده بیانات گرفتگی اون گمان برشترم اووردگی بیانات گرفتگی خلاصه اکسپرتیز را میگیرن و موارد تفتیشات دونتی میگه. با ارجان حفیظ میگوید سال قبل از مهاجرت کاری از روسیه بازگشت و باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان برای او یک جای کار فراهم کرد. او در میان گذرگاه فاتح آباد و آیبک تاجیکستان و ازبکستان به عرابه کشی مشغول است و از این حساب روزانه از 40 تا 50 سامانی درآمد داشته است. میگوید این شغلش را در نزدیکی خانه از مهاجرت روسیه اولاتر دانست، اما اکنون مجروح شد و معلوم نیست کی به پا میخیزد.